اما تو بحث قراردادهای پرسنلی میخوایم برسیم به مبحث داغ چک و سفته، یعنی گرفتن تضامین از پرسنل یا نیروی کار. این روزها زیاد در موردش میشنویم که گرفتن سفته از پرسنل بابت قراردادهای کاری جرم محسوب میشه، ممنوع هست، ممنوع نیست. قبل از اینکه بخوایم به این مطلب در موردش صحبت کنیم، شما رو با دو تا واژه آشنا میکنیم، واژه ممنوع و واژه جرم. به صورت کلی ما به اعمالی میگیم اعمال ممنوع یا رفتارهای ممنوع که توسط قانون به عنوان رفتارهای غیر قانونی معرفی شدن، مثل سیگار کشیدن تو اماکن عمومی که بعضی از این رفتارهای غیر قانونی براش یک ضمانت اجرایی تعریف شده که وقتی ضمانت اجرا تعریف شده باشه میشه جرم، یعنی عملی که انجام دادن اون نه تنها توسط قانون ممنوع اعلام شده، غیر قانونی اعلام شده و مرتکب یک رفتار مجرمانه هم شده. اما تا امروز روز که شما اینجا تشریف دارید، گرفتن هر گونه تضمین از پرسنل بابت قراردادهای کاری نه ممنوعه و نه جرمه. اما عدم رعایت شرایط شکلی این تضامین باعث میشه در برخی از این پرونده ها کارفرما نتونه نسبت به اونها احقاق حق کنه یا اصلا اونها رو به اجرا بذاره. موضوع اصلی و مهمی که هست، ما در مبحث تضامین پرسنل یا تضامین قراردادهای همکاری میایم چند تقسیم بندی میکنیم. اول تعهدنامه هایی که هم میتونه به صورت رسمی باشه، هم به صورت غیر رسمی، هم میتونه بار مالی داشته باشه، هم میتونه بار غیر مالی، مثل تعهد به عدم افشای اطلاعات، مثل تعهد به خدمت در یک پروسه زمانی مشخص. بعد میایم سراغ اسناد تجاری مثل سفته و چک که بعد بتونیم اگر خسارتی پرسنل در حین انجام وظیفش مرتکب شد به کارفرما وارد کرد، از محل این تضامین سپرده شده بتونیم اون خسارت‌های خودمون رو دریافت بکنیم. پس لطفاً به این اطلاعات سطحی که در خیلی از شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلف تبادل میشه دقت نکنید و بتونید موضوعات حقوقی رو از سرمنشأ، یعنی مستند به قانون، آیین‌نامه و ضوابط مشخص مطلع بشید و اونها رو اجرایی بکنید. کارفرمایی که آگاهی به قوانین داره، مستند صحبت میکنه، مطمئنا نیروی کار اون در محل کار به یک ترتیب مناسبتر و جدیتری رفتار و عملکرد خودش رو داره.